رو در برت مبارک باشد. ینگه جانی قندولم به خانه ما میایی، پشیمون نمیشوی، لیکن ما شما رو کم کم فهمیدیم. خانه ما رو دیدو پیل میکنیم، کازمتیکه هایتان رو پیش آینه گرفته بروایم رو میشکیم، لیکن شما عصبانی نشوید، با مو ینگه غمخور و مهربان شوید. خوش آمدید به خانه ما. آفرین، احسن.